صد نامه از این پیش اگر بود مرا، از نامه بخت کی خبر بود مرا. 100 آیت و 10 سوره از این سرقانون، ردنامه به چشمی کج نظر بود مرا. بیدار به صبح میر از خواب شدیم، در شام وصال نور مهتاب شدیم. در هر ورقی کشاده سرقانون، 100 رنج به سر کشیده 10 باب شدیم. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است ماده 1: جمهوری تاجیکستان دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه می باشد. ماده 2: زبان دولتی تاجیکستان زبان تاجیکی است. ماده 3: رمزهای دولتی تاجیکستان، پرچم، نیشان و سرود ملی می باشد. ماده 4: پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است. ماده 5: انسان، حقوق و آزادی های آن ارزش عالی می باشد. ماده 6: در تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده، آن را به واسطه و یا به واسطه وکیلان خود عملی می گرداند. ماده 7: حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل ناپذیر می باشد. ماده 8: در تاجیکستان حیات جمعیتی در اساس رویه‌های گوناگون سیاسی و مفکوروی انکشاف می‌یابد. ماده 9: حاکمیت دولتی در اساس تجزیه آن به حاکمیت قانونگذار، اجراییه و سودی عملی می‌گردد. ماده 10: کنستیتوسیای تاجیکستان اعتبار عالی حقوقی دارد و معیارهای آن مستقیما عمل می‌کنند. قانونها و دیگر سندهای حقوقی که خلاف کنستیتوسیان اعتبار حقوقی ندارند. کتاب بخت ما، سرچشمه اوج و برار ما. کتاب بخت ما، سری خوان روزگار ما. کتاب بخت ما، سردفتر قانون کار ما. کتاب بخت ما، در روی عالم افتخار ما. بیا مثل وطن قدرش بدانیم ای عزیزی من. بیا هر سطر او را باز خوانیم ای عزیزی من. به امر حق تعالی گر مرام ما وطنداریست، بیا سرقانونش را پاس داریم ای عزیزی من.